عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان عزیز پاژنگ، علل خصوص معلمین عزیزی که قصد شرکت در آزمون اعزام به خارج فرهنگیان رو دارن. همونطور که میدونید با توجه به شیوه نامه‌ای که منتشر شد، این آزمون شامل منابع مختلفی هست که به دو صورت مشترک و تخصصی برای هر کدوم از رشته‌ها تقسیم بندی شده. احتمالا شما هم تا به الان این تجربه رو داشته باشید که برای آمادگی و مطالعه آزمون به دنبال نمونه سوال و یا منبع هستید، اما خب منابعی که وجود دارن بسیار پراکنده هستن و یا حجم بسیار زیادی دارن و یا محتواهایی که داخل اینترنت وجود دارن به صورت حالا بروز نشده هستن و منبع خیلی خوبی برای مطالعه نیستن، مثلا ممکن مربوطه به سالهای 91 یا 97 باشن و یا تمامی منابع رو حتی پوشش ندن. از این رو ما در پاژنگ پکیجی رو برای شما عزیزان تهیه کردیم که تمامی منابع مشترک رو شامل میشه و این منابع هم ویژگی های خاصی که داره به این صورت هستش که هم پاسخنامه تشریحی داره و هم شامل جزواتی هست که برای شما عزیزان آماده شده تا بتونید مطالعه دقیق تر و کامل تری داشته باشید و چگیده هر کدوم از منابع رو به خوبی یاد بگیرید، علل خصوص اگر که تایم محدودی برای مطالعه دارید. بدون فوت وقت میریم و بررسی میکنیم سوالات رو و معرفی میکنیم. بخش رو ببینید. نمونه سوالات طرح کلی اندیشه اسلامی. سوالات همراه با پاسخنامه تشریحی در انتهای هر کدوم از منابع و سوالات آورده شده. خلاصه سند تحول بنیادین رو مشاهده میکنید که تمامی منابع نکات مهم رو پوشش داده. جزوه اندیشه اسلامی رو مشاهده میکنید. مجددا نمونه سوالات همراه با منابع مهم و دسته‌بندی های مهم هستن. نمونه سوالات آداب دیپلماتیک رو مشاهده می‌کنید. همراه با پاسخنامه تشریحی هست. در انتهای هر کدوم از سوالات آیین دیپلماتیک رو مشاهده می‌کنید که مجددا همراه با پاسخنامه تشریحی هست. جزوه که حالا خود سازمان منتشر کرده به صورت رایگان در این جزوه وجود داره، در این پکیج وجود داره. تست سند تحول بنیادین 270 تست که همراه با پاسخنامه تشریحی در انتهای این پکیج وجود داره. سوالات زبان انگلیسی رو مشاهده میکنید. حدود 250 سوال هم در این بخش وجود داره و سوالات ارزیابی از یادگیری رو مشاهده میفرمایید. همراه با پاسخنامه تشریحی در انتهای هر کدوم از سوالات هستش و سوالات کاربرد فناوری رو مشاهده می‌فرمایید همراه با پاسخنامه کلیدی که تمامی مواردی که شما لازم دارید چه برای آزمون حضوری و چه برای آزمون 4 گزینه‌ای تمامی پوشش داده شده برای شما. نمونه سوالات مجددا کاربرد فناوری رو مشاهده می‌فرمایید. نمونه سوالات ارزیابی از یادگیری که همراه با پاسخنامه کلیدی هست. مجددا نمونه سوالات ارزیابی که در 2 فایل جداگانه برای شما آماده شده. نمونه سوالات اصول و روش‌های تدریس هست همراه با پاسخنامه کلیدی. نمونه سوالات خدمات متقابل انسان و اسلام و ایران که همراه با پاسخنامه هست. مجددا نمونه سوالات خدمات متقابل در فایل دیگه. ادامه سوالات هوش استعداد تحصیلی رو مشاهده میکنید. در 4 فایل برای شما آماده سازی شده. حدود 1200 سوال هوش و توانمندی هست و در نهایت هم که تمامی این سوالات حدود 3100 سوال به صورت کلی برای شما آماده شده همراه با جزوه و اصل هر کدوم از منابع. برای دانلود این نمونه سوالات میتونید به لینکی که در زیر ویدیو گذاشته شده مراجعه بکنید و یا با وارد کردن آدرس سایت پاژنگ به این سوالات دسترسی داشته باشید. همچنین تمامی این سوالات به صورت جداگانه هم روی سایت قرار گرفته و میتونید به صورت جداگانه هم این نمونه سوالات رو دانلود بکنید.